кризис میگیم که بحران اقتصادی میگیم در حقیقت با ما بسیار ضرر خودش میرساند. اگر سال گذشته در ماه январ سال 2015 را گیریم اگر تقریبا 480 490 سومانی $100 ما را تشکیل میکرد و امروز دیگه شدیم که 800 هم بالا برآمده رفته شده است و آن تعریفی که ما امروز از مردم جواری مبلغ میکنیم همون 70 درهم و 60 درهم که هست همون کل مونده شده است و البته این تاثیر که با ما سخت میرساند و امکانات مالیوی ما را بسیار هم وزن کرده شده است روز به روز و البته ما حاضر تصمیم گرفتیم که در سال 2016 و عموما حکومت جمهوری تاجیکستان که همین قرضایی که ما امروز از بانک اروپایی گرفتیم با 3 سال دیگه تمدید کنیم. اگر همین مسئله حل و فصل بشه و بیاید امکانات ما خوب میشه. که اگر نیاید ما مجبور میشیم که البته یا از یکون بانک قرض بگیریم پرداخت کنیم یعنی که حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به این مسئله ما برای ما دستگیری نمیکنیم. و در حقیقت من همین شما یک سوال بسیار درست بودید. امروز بسیار مشکل شده است. ما پیشنهاد کردیم با حکومت جمهوری تاجیکستان که اقلا همون انفلاسیون میگیم یا که بی‌خودشایی پول در تعریف‌های ما دیده برآمده شود که باور کامل است که حکومت این دیده برآمده یک راهی حل خودش با ما پیشنهاد میکنه. البته در پیشنهاد است. احتمالی بالا رفتن همون ارزش خدمت رسانی احتمال خواهیم نخواهیم بودنش در کار که از اون سبب که معاش مردم در آن یک سطح پایان ایستادگی است سبد استعماری مردم پس است امکانات بلند برداشتن نیست از همه در جهان آب ارزانترین در همین بیان که در تاجیکستان است. اگر مثال بریم من دولت‌های پیشتره مرافع یا که SNG پیشتره بگیریم یا ارمنی را بگیریم در این ارمنی یک کیلومتر آب آشامیدنی 50 سنت است 0.50 سنت. شما تقاضا کنید که 70 درهم ما در کجا است 50 سنت در کجا حالا که ما قریب که از ارمنی بود مجموع محصولات داخلی خیلی بلند است خیلی بلند است لیکن آب ارزان‌تر در همین جای است. اینو ما همین بسیار مشکلات ما دچار میشویم. البته بسیار معاش پس کم مردم فعالیت کرده شدن بسیار متخصصان و ایستا معاش پس دیده برآمده و دیگر کارو میگذرند که از مرز جمهوری برآمده میروند. پرابلم ما جدی است.